سلام بچه‌ها، اسم من نوانه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم آموزش نصب بازی اسکیچ دولو بهتون بدم و اینکه یه گیمی که جدیدن خیلی ترند شده و مطمئنم توی این استا پستای راجبش دیدید و من گفتم یه آموزش نصب براتون قرار بدم که موقع نصبش به مشکل نخورید. خلاصه که حمایت یادتون نره، چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه، قبل از هر چیز آنتی ویروس و فایروالتون رو خاموش کنید. میاد داخل بخش آنتی ویروس، منیج ستینگ و این تیکا رو خاموش میکنید و فایروال هم به این صورته که کلمه فایروال رو سرچ میکنید میشه ویندوز دفندر فایروال. اینجا هم به همین صورته. تقریبا این بخش رو باز میکنید، تران آف ویندوز دفندر، اینا رو خاموش میکنید به این صورت. رو من قبل خاموشش کردم. بعد از اینکه اینا رو خاموش کردید، از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن براتون قرار دادم بیاید و بازی رو دانلود کنید. پوشه گیم فیکس رو اکسترکت کنید داخل همین پوشه‌ای که دانلود کردید و یه سوال رو بهش میدید و اوکی شد تقریبا. خب گیمتون آماده است، ولی قبل شما باید استیمتون رو نصب کنید و به صورت آفلاین استیمتون رو بالا بیارید. آفلاین و آنلاین الان مشکل نداره و یه ویدیو دیگه در مورد آنلاین بازی کردن همین بازی از طریق کرک آنلاین براتون قرار میدم. حالا وای میسید تا استیمتون باز بشه. خب استیمتون که باز شد مینیمایزش کنید، پوشه گیمتون رو باز کنید و بازی رو اجرا کنید. بگم چه اروری میخورید ولی چیز مهمی نیست، گیمتون باز میشه و به همین آسونی. حالا گیم هم بالا بیاد. خب بچه میبینید که به راحتی گیم ما باز شد و برای سری اولی که شما گیم رو باز کردید یه نیو گیم کنید، سیوتون رو توی یکی از این بخش ها ایمپورت کنید. آموزش ما همین. خب بچه ها امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی بوده باشه. چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. اگر چیزی هم داشتید خوشحال میشم توی کامنت برام بنویسید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.